در بابت شب برات من چندین بار صحبت کردم. بعضی ها اعتراض کردند که در بابت شب برات یگان حدیث ثابت نشده است، شب برات یگان فضیلت ندارد. البته برای رد اونها نه، برای اطمینان خاطر بعضی از شنونده ها یا بعضی از بیننده های ما که در شبکه های مجازی هم گوش میکنند، من این مسئله را باز مفصل تر بیان میکنم. اول حرکت میکنم که اقوال فقهای 4 مذهب را در بابت شب برات بیارم علاحده. فتوای فقهای مذهب حنفی در بابت شب برات چیست؟ یکی از فقهای برجسته مذهب حنفی هست علامه ابن نجیم رحمت الله علیه، صاحب کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق هست. اون حضرت در همون بحر الرائق میفرمایند که و من المندوبات احیاء لیال العشر من رمضان و لیلتی العیدین و لیال عشر ذی الحجة و لیلة النصف من شعبان كما وردت به الاحاديث و ذکرها فی الترغیب و ترهیب مفصله. از جمله مستحبات هست شب زنده داشتن شبهای دهه اخیر ماه مبارک رمضان و هر 2 شب عید و شبهای دهه ذوالحجه، دهه اول ماه ذوالحجه و شب 15 ماه شعبان. همچنانه که در این بابت احادیث وارد شدند و این احادیث را علامه منذری رحمت الله علیه در کتاب مشهورش الترغیب و ترهیب مفصلا ذکر کرده است. این چنین همین فتوا هست در درر الحکام و در الدر المختار علامه حسکفی و در رد المحتار علامه ابن عابدین شامی. پس نتیجه این شد که شب برات را شب زنده داری کردن و به عبادت گذرانیدن از دیدگاه فقهای مذهب حنفی مستحب و کاری نیکو و خوب هست و باعث اجر و ثواب هست. شب برات را شب زنده داری کردن از دیدگاه فقهای مالکی چی حکم دارد؟ در مذهب مالکی کتابی است به نام مواهب الجلیل. صاحب کتاب مواهب الجلیل از جمع الجوامع علامه جلال الدین سیوطی نقل میکند که من احیا لیلتی العیدین، هر کسی که شب زنده داری کند هر 2 شب عید را، و لیلة النصف من شعبان و شب 15 شعبان را، لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب، دلش نمیمرد در روزی که همه دلها میمرند، در روز قیامت. این چنین در کتاب الفواکه الدوانی و حاشیه دسوقی که هر 2 در فقه مالکی هستند این مسئله ذکر شده است. پس معلوم شد که از دیدگاه مذهب امام مالک و فقهای مذهب مالکی هم شب برات را شب زنده داری کردن خوب و بهتر هست و باعث اجر و ثواب و سبب نمردن دل در روز قیامت میگردد. شب برات را شب زنده داری کردن از دیدگاه مذهب امام شافعی چی هست؟ امام شافعی رحمت الله علیه خودشان یک کتاب دارند به نام الام. معنای ام هست مادر. این را همچون هدیه به مادرش نوشتند. در اونجا می فرماید که و بلغنا، برای ما رسیده است، یعنی از سلف صالح،
انه کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال. برای ما این رسیده است که گفته می شد که دعا در 5 شب قبول کرده می شود، پذیرفته می شود، اجابت می شود. فی لیلة الجمعه، یکی از آنها از شب جمعه، و لیلة الاضحى و لیلة الفطر، دوم شب عید قربان، سوم شب عید رمضان، و اول لیلة من رجب، و اولین شب از شبهای ماه رجب 4 شد، و لیلة النصف من شعبان، شب 15 شعبان یعنی شب براءت 5م شب. سرد کرده مذهب امام شافعی و اساسگذار مذهب شافعی خود امام شافعی می فرماید که این شب شب اجابت دعا هست. شب را به دعا سپری کردن، به عبادت سپری کردن معلوم شد که از دیدگاه مذهب شافعی هم بهتر و خوبتر هست. این شب از دیدگاه فقهای مذهب حنبلی چی حکم دارد؟ شب برات کتابی است در مذهب حنبلی به نام کشاف القناع. مؤلف در اونجا می نگارد که و اما لیلة النصف من شعبان ففیها فضل، و اما شب 15 شعبان که شب براءت هست در اون شب فضیلت هست. و کان فی السلف من یصلی فیها، از سلف صالحین، سلف صالح گفته یعنی صحابه و تابعین را در نظر دارد، کسانی بودند که در اون شب نماز می‌خواندند. لكن الاجتماع عليها و احیاءها فی المساجد بدعة. می‌فرماید که لیکن به طور دستجمعانه در مسجدها شب زنده داری کردن بدعت هست. این نظریه فقهای مذهبی حنبلی هست، یعنی تنها در خانه ها شب زنده داری کردن باعث فضیلت و پیروی از چی؟ از کرده های سلفی صالح است. خلاصه این شد که از دیدگاه 4 مذهبی مشهور اهل سنت و الجماعت، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی و مذهب حنبلی، شب زنده داری کردن در شب براءت دارای فضیلت و خوب و مستحب هست و باعث اجر و پاداش هست. این کدام بدعت یا چیزی نوپیدا در دین نیست. کسانی که به گفته های ما اعتراض کردن، یقین دارم که اونها سخنهای علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه را قبول دارند، چون که بسیار محب اون هستند. من برای اعتماد اونها که شب قدر اصل و اساس دارد، سخنهای علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و چندین عالم دیگر را که اونها یا این که به اصطلاح دیگر سلفی ها اعتماد دارند به اونها، در این جا علاحیده هم ذکر میکنم. ابن تیمیه رحمت الله علیه یک کتاب دارند به نام الفتاوی الکبری و یک کتاب دارند به نام مجموعة الفتاوی. 2 فتوا دارد، در هر 2 فتوا مسئله شب برات هست، هر دوش نقل میکنم. اذا صلى الانسان في ليلة النصف وحده او في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو احسن. وقتی که اگر انسان در شب 15 شعبان خودش تنها یا یک جماعت مخصوصه مثل اهل و عیال و خاندانش در اون شب اگر نماز بخواند همچنانی که طائفه از سلف صالحین میکردن، فهو احسن، پس این برایش بهتر هست. این یکم فتوای ابن تیمیه رحمت الله علیه است. دوم در مجموعة الفتاوی میفرماید که و اما لیلة النصف فقد روی فی فضلها احادیث و آثار و نقل عن طائفة من السلف انهم كانوا يصلون فيها. و اما شب 15 شعبان پس در فضیلت آن حدیث ها و اثرهای روایت شده است و نقل شده است از طائفه از سلف که آنها در این شب
نماز میخواندند. فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. پس اگر یک انسان به تنهایی خودش نماز میخواند در حالی که پیش از این سلف صالح این کار را کردند، برای اون انسان کرده سلف صالح این دلیل هست. فلا ينكر مثل هذا، برای این گونه انسان هایی که شب برات را به نماز سپری میکنن این کار کرده نشود، برای اونها چیزی بدگویی کرده نشود، کاری کرده اونها چی درست هست. حتی در فتاوای کبرا بود که فهو احسن، و گفت برایش چی است؟ بهتر هست. پس معلوم شد که شب برات را شب زنده داری کردن از دیدگاه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه نه تنها جایز بلکه بهتر هست. و در این چیز از سلف صالح روایت ها هست و کرده سلف صالح این بهترین حجت هست، بهترین دلیل هست. کتابی هست به نام لطائف المعارف، نویسنده اش هست علامه ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه. این هم از شاگردهای ابن تیمیه رحمت الله علیه است. در لطائف المعارف بسیار بحث طولانی میکند، من خلاصش میخوانم. میفرماید که ولیلة النصف من شعبان كان التابعون من اهل الشام كخالد بن معدان و مكحول و لقمان بن عامر و غیرهم يعظمونها و يجتهدون فيها في العبادة و عنهم اخذ الناس فضلها و تعظیمها. و شب 15 شعبان تابعین بودن از اهل شام مثل خالد ابن معدان و مکحول و لقمان ابن عامر و غیر اینها این شب را بزرگ می شماریدن و در این شب در عبادت بسیار کوشش میکردند و مردم از اینها فضیلت و تعظیم را یاد گرفتند. باز در ادامه میفرماید که واختلف علماء الشام فی صفت احیائها علی قولین. خلاصه عبارش نخوانم همش که وقت تنگ است. میفرماید که اهل شام در شب زنده‌داری آن دو گروه شدند. یک گروه چنان که نامهاشون من گرفتم و همراه اینها است حضرت اسحاق ابن راهوی. اینها میگفتند که شب برات را شب زنده‌داری کردن در مسجد جنب دست جمعی هم بدعت نیست. طایفه دوم از اهل شام پیش اینها است امام اوزاعی رحمت الله علیه. اون میگفت که شب برات را شب زنده‌داری کردن در خانه به تنهایی یا یک جماعت مخصوص جایز هست، خوب هست، و در مسجدها به طرز دست جمعانه بدعت هست. میل خود ابن رجب صاحب کتاب هم به همین هست. میفرماید که و هذا هو الاقرب ان شاء الله، و همین قول امام اوزاعی به درستی بهتر قریبتر هست. یعنی در نظر ابن رجب حنبلی هم شب برات را شب زنده داری کردن این پیروی کردن از سلف صالحین هست، بدعت نیست. یک کسی دیگر هست به نام ابو شامه مقدسی دمشقی رحمت الله علیه، کتاب دارن به نام الباعث علی انکار البدع والحوادث. این را هم سلفی ها با جان و دل قبول دارن. اون میفرماید که قال الامام ابن صلاح فی فتوا له، امام ابن صلاح در یک فتوای میفرماید که و اما لیلة النصف من شعبان فلها فضیلة و احیاؤها بالعبادة مستحب ولكن على الانفراد من غیر جماعت. و اما شب 15 شعبان پس این فضیلت دارد و زنده کردن آن به عبادت مستحب هست، لیکن به تنهایی بدون دست جمعی. این فتوای 3 شخصیت دیگر بود علاوه به 4 فتوایی که از فقهای 4 مذهب، همگی شد 7 فتوا از 4 مذهب و از کسانی که ابن تیمیه و ابن رجب و ابو شامه مقدسی را قبول دارند. بیانگر این هست که در نزد همه این بزرگوارها شب زنده‌داری شب برات یا شب 15 شعبان امر مستحب و خوب و باعث اجر و پاداش و این شب دارای فضیلت‌های مخصوص است. الله تعالی همه ما و شما را از اجر و پاداش این شب محروم نگرداند.
باقی وابسته به همین موضوع هست. ان شاء الله در جمعه آینده من بحث میکنم. اون مسئله علمی هست درباره حدیث های این شب 15 چی درجه دارن، آیا این حدیث ها ضعیف هستند یا قوی هستند، به اینها دلیل گرفته می شود یا نمی شود. ان شاء الله تعالی در جمعه آینده اگر خدا توفیق دهد صحبت میکنم.